اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه وزیرش 3 سوال کرد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دیروز برای ما یک نوار روان کردن 6 دقیقه و 51 ثانیه می باشد به نام مولوی ابراهیم که در مسجد شب قدر می گذرانیدند، که یک قصه را می کرد که می خواهم رد زنم برای این گونه قاری های گمراه، مولوی های گمراه که امروز می خواهند عقیده فطرت سلیمی پاک ما و شما را می خواهند با این دروغ هایشان از بین برند. می گوید این گمراه سوال یکم پادشاه برای وزیرش میداده است. نعوذ بالله. قصه را گوش کنید برادران عزیز. شما پیش از آنی که من برای شما میگویم این قصه را شما از دهان همان گمراه ابراهیم شما گوش کردگی هستید. میگوید سوال یکم خدا چی کار میکند؟ سوال دوم خدا چی میخورد؟ سوال سوم خدا چی میپوشد؟ نعوذ بالله. عقیده را ببینید برادران عزیز. خالق را تشبیه به مخلوق میکند. خدا چی کار میکند؟ این وظیفه تو نیست. خدا چی کار میکند؟ خدا چی میخورد؟ وظیفه تو نیست. ای گمراه، ای گمراهی که گمراه میکنی مردم را با این عقیدت. سیوم خدا چی میپوشد؟ نعوذ بالله. خدا چی میپوشد؟ بس نبود که امروز اسماء و صفات را تعویل میکردید، امروز با بعد از تعویل کردنتان باز میگردید خدا چی میخورد؟ خدا چی میپوشد؟ خدا چی کار میکند؟ باز میگوید قصه بسیار تکان دهنده است و انسان را بیدار میکند. نعوذ بالله. چگونه این قصه تکان دهنده است؟ همان کسانی را تکان میدهد که موحدها هستند، یکتا پرستان هستند، عقیده های سلیم و صحیح دارند، در منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. اینها را میتکاند. لکن تو با این مانند تو با این صوفیای گمراه، صوفیایی که از خود چی قدری که بخواهید از دین، از نام دین صحبت میکنید. امروز بس نبود که اسماء و صفات را تعویل میکنید و تعویل کرده ایستادید، باز دست به الله میزنید. لعنت الله علی الکاذبین. باز این گمراه میگوید خوب گوش کنید شاید ایماناتان تکان بدهد. نعوذ بالله. نعوذ بالله. این چی گونه عقیده است؟ باز این گمراه میگوید که پادشاه وقتا که سوال میکرد وزیر را، وزیر نمیتوانست سوال را جواب داده. میگوید وظیفه، همه شما وظیفه طلب هستین، همه شما، همه کسانی که ملاهای در تاجیکستان هستن حق را نمیگویند مثل تو با این ای ابراهیم گمراه صدقه نام ابراهیمی کند. تو ابناء جهل هستی. باز این گمراه میگوید که چرا بنده، یعنی خدا میگفته باشد که چرا بنده از من دور هستی؟ سوال میداده است. خداوند کی را سوال میدهد؟ خداوند روز قیامت میگوید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. روز قیامت خداوند سوال میدهد و خود جواب میدهد. در اینجا خداوند کی را سوال میدهد و کی جواب الله را میگرداند؟ چگونه خالق نمیدانسته است که بنده گمراه است یا اینکه گمراه نیست؟ نعوذ بالله. دروغگوی این را خود اگر که شما تدبر و اندیشه کنید خود به خودتون میفهمید که چی ها گفته ایستاده است. اینها در اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی در یگان جای قرآن نگفته است که من غمخوارم، من میپوشم، من چیکار میکنم.
برای ما دلیل حجت خود را بیار ای ابراهیم گمراه. تو چرا امروز مردم را با این عقیده پوچ خود، با این عقیده فاسد خود مردم را گمراه میکنی؟ ثابت نمودن نام صفات که الله سبحانه و تعالی با آن خود را وصف نموده است، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را با آن نام و صفات ها وصف کرده است، ما با اون ایمان داریم. خداوند رحیم است، خداوند رحمان است، خداوند غفور است، خداوند عزیز است، خداوند قهار است، خداوند غضب میکند بر بالای بنده. لکن غم خوردن از اسماء و صفات نیست، نه در توحید الوهیت، نه در توحید ربوبیت، نه در اسماء و صفات. غم خوردن از جانب خدا برای بنده نیست. اگر که الله سبحانه و تعالی اگر که غم میخورد بر بالای بندهش، غمی بنده میخورد، خداوند هیچگاه مصیبت ها را بر بالای بندگانش نمی آورد. غم خوردن فقط لایق و شایان سزاوار بنده است. خداوند مهربان است، لطف میکند بر بالای بنده، لکن غم خوردن از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی نیست. برادران عزیز بیدار شوید که اینها به خدا قسم والله و بالله و تالله اینها ما و شما را با این دروغهایشان میخواهند که عقیده های ما و شما را از بین ببرند. چگونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شأن در سوره شورا که سوره 42 قرآن می باشد، در آیه 11 اون می فرماید استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله چگونه زیبا برای ما و شما بیان می کند. خداوند برای ما و شما می گوید هیچ چیز مانند الله نیست و الله شنوا و بینا است. سوره شورا آیت 11. الله در کجای قرآن گفته است که من غم بنده می خورم؟ چرا ای ابراهیم گمراه امروز تو میخواهی جوانان را، عقیده های آنان را تو از بین ببری با این قصه دروغت؟ نعوذ بالله. و حدیثی که قدسی که میگویی که یا ابن آدم انا لك محب فبحق عليك كن لي محبا، حدیث والله حدیث ضعیف است. چگونه که شیخ الاسلام رحمه الله تعالی در مجموع فتاوای خود در جلد 8 در صفحه 52 میفرماید که این حدیث اسرائیلی، حدیث لا اصل له میگوید. و همچنین شیخ محمد صالح ابن عثیمین رحمه الله تعالی میگوید لا اصل له ولا نجد في كتب السته. شیخ اسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی جلد 8 صفحه 52 و همچنین الجواب الكافی کتاب ابن القیم جلد 1 صفحه 140 برای ما و شما میگوید که این قصه چی دروغ است. و همچنین که همین حدیثی که گفتی خواندی برای کسانی که در نزد تو بودند، یا ابن آدم اینی لک محب فبحق علیک کن لی محبا. والله حدیث ضعیف است. به خاطر چی امروز در منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته هستی و دروغ میگویی؟ از خدا شرم نمیکنی؟ چرا امروز ما و شما را امروز این گونه مولوی هایی که برآمدن ما و شما را میخوان گمراه کنند؟ گوش کن الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء در آیه 36 او چی میفرماید؟ استعیذ بالله. تفسیر طبری را گوش کن چی میگوید؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گوش کن، از نزد خود در دین الله چیزی را ندرار، قصه های دروغ نگو و مردم را گمراه نکن. الله میگوید ولا تقف ما لیس لك به علم. ای گمراه ابراهیم نگو در آن، مردم را دعوت نکن در آن کاری که تو علم نداری. امروز خیلی مردم را چکار میکنی؟ دعوت میکنی که خدا چی میخورد، خدا چی میپوشد، خدا چیکار میکند. والله و بالله و تالله روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی میخزی برای قصه دروغ گفتنت. عقیده مردم را جزیر کرده ایستاده جوابگو هستی. ولا تقف ما ليس لك به علم ای ولا تقل ما ليس لك به علم. نگو دنبال چیزی نرو که تو علم نداری. و همچنین میگوید ولا تقف ای ولا تتبع ما لا تعلم. دنبال چیزی نرو، تابع کسی نشو که تو چی دارای علم نیستی، تو صاحب علم نیستی. امروز خیستی مردم را چکار میکنی؟ قصه یک دروغ که خدا غم میخورد. نعوذ بالله. و معنى ذلك يعني ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك.
و برای مردم نگو در آن کار و در آن امری که تو وظیفه نداری و در آن کاری که تو علم نداری. چرا امروز تو خستی این قصه را در بین مردم کردی؟ اینقدر دروغ میگویی، از خدا نمیترسی؟ رو تفسیر طبری را بین و همچنین تفسیر میسر ولا تخف ما ليس لك به علم أي ولا تتبع أيها الإنسان ما لا تعلم بل تأكد وتثبت إن الإنسان مسؤول عما استعمل فيه سمعه وبصره وفؤاده. تفسير صاحب تفسير ميسر چی میگوید؟ ولا تتبع أيها الإنسان، یعنی ای انسان تو دنبال چیزی نشو که در او علم نداری و هر کاری که میکنی یا هر سخنی رو که میگویی بلکه تأکید کن و تثبیت کن و ثابت کن. چرا؟ قسم به خدا برادران عزیز، شما خود شاهد هستین، شما خود این نوار رو دیدگی هستین. والله از اولی نوار تا آخری نوار نه آیت قرآن و نه احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است. ببینین این افسانه هایی که برای ما و شما میگویند، تا کی ما و شما مفتون اونها میشویم؟ تا کی ما و شما این گونه شخص ها را گوش میکنیم؟ این گونه شخص ها صاحب و لایق شایان گوش کردن نیستند. و این کسی که این قصه را کرده است والله دروغ میگوید و در گرد و اطراف این کسانی بودند که با همراهی اونها والله اهل علم هستند. چرا کتمان علم میکنند؟ روز قیامت کسانی که این نوار را گوش کردن در پیش اون بودند، در همان محفلی که بودند که شب قدر بود. قسم به خدا نمیخواهم نامهای اونها را ذکر کنم، لکن اون شخصیت ها برای ما و شما معلوم است چرا امروز از حق سکوت میکنند. هذا والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.